الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. برادری از ما سوال کردند که الله سبحانه و تعالی در کجا هست و در مسئله عرش و بالا بودن الله در بالای عرش صحبت بکنید و میگوید که زیرا در نزد ما انسان‌هایی هستند که در بالا بودن الله در بالای عرش را انکار میکنند و میگویند که الله لامکان است و اعوذ بالله من ذلک. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم، عقیده اهل سنت و الجماعت این است که مجملا الله رب العزة و الجلال در بالای عرش است بدون کیفیت، بدانستن کیفیت. ما از چگونگیش خبر نداریم، لیکن از آن نصوص های قرآن و سنتی که به ما رسیده است اعتقاد میکنیم که الله سبحانه و تعالی از همه چیز بالا است و در بالای عرش است و عرش الله رب العزة و الجلال در بالای جنت هاست، در بالای آسمان هاست و در بالای تمام فلک هاست. از بالای عرش دیگر چیزی بجز الله رب العزة و الجلال وجود ندارد. و البته اهل سنت و الجماعت اعتقاد میکنیم که عرش این مخلوق است. الله رب العزة و الجلال عرش را به دست خودش ساخته است. البته 4 چیزی که الله سبحانه و تعالی به دست خودش ساخته است و دیگر چیزها را گفته است بیشه و پیدا شده است. الله رب العزة و الجلال عرش، جنت و عدن، آدم و قلم یا که قلم و آدم را به دست خود آفریده است. چرا که این چیزها، این 4 چیز در بین دیگر مخلوقات فضیلت خاص خود را دارد، درجه و مکانت خاص خود را دارد. الله رب العزة و الجلال با این ساختن این چیزها با دستش به هر 4 این چیز فضل و عظمت زیادی را نسبت دیگر مخلوقاتش زیاد و نعمتش را به اینها، نعمت ساختن با دست را بخشید. پس بارک الله فیکم، این عقیده اهل سنت و جماعت است. اما این عقیده از کجا گرفته شده است؟ البته هیچ سخنی بی دلیل نیست، باید به هر یک سخن دلیلی واضح، قاطع، روشن وجود داشته باشد. خصوصا در این مسئله باید از قرآن و سنت ما دلیل داشته باشیم. وقتی که به قرآن نظر میکنیم در مسئله عرش آیات های زیادی آمده است، اما در مسئله بالا بودن الله در بالای عرش 7 آیات آمده است. در سوره های گوناگون، وقتی که نظر کردید سوره طه آیت 5، یا وقتی که نظر کردید به سوره اعراف آیت 54، یا که وقتی که نظر کردید به سوره رعد آیت 2، سجده آیت 4، حدید آیت 4، رعد آیت 30، فرقان آیت 59، زخرف آیت 13، هود آیت 44، مؤمنون آیت 28، غافر آیت 7. یعنی این آیات های گوناگون نه فقط 7 تا، یعنی بعضی از آیات های دیگر هم، لیکن ظاهرین ترین آیات هایی که دلالت میکند که الله رب العزة و الجلال در بالای عرش استوا است، یعنی علا و ارتفع و استقر، در بالای عرش بالا شده است و ارتفاع کرده است و بالا شده است و بعد از این استقرار مستقر شده است، 7 تا می باشد. باید نظر بکنیم به نص اول که الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره طه آیت 5: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى. الرحمن نام الله سبحانه و تعالی است و صفت الله است. یعنی الله در بالای عرش استوا هست. استوا یعنی بالای بالا هست. علا بالا شده است و ارتفع بالای بالا شده است و استقر و در همینجا مستقر شده است. رحمان نام الله هست و صفت الله هست که مشرکان قبول نمی کردند و به همین نام کفر می ورزیدند و هم یکفرون بالرحمن، چه خیلی که الله میگد. مشرکین به
رحمن که در سوره رعد آیه 30 آمده است که ما به شما بیان کردیم، به همین نام کفر می‌ورزیدند. پس بارک الله فیکم، نه فقط به این نام، یعنی این نام خبر دهنده از الله است، یعنی از الله رحمان الرحیم دور بودند و به الله شرک می‌ورزیدند. رحمان نام الله است، صاحب رحمان یعنی اسم الله است و صفت الله است. صفتش این الله رحمان صاحب رحمت، رحمت بینهایت عامه و شامل و واسع، و صاحب رحمتی که در ازل بود و تا ابد خواهد رفت، صاحب رحمتی که همیشه با همراهی الله بود و خواهد تا ابد هست. و رحمان این مخلوق نیست، رحمان این صفت الله، صفتهای الله را ما مخلوق نمیگوییم. و ابد الابد الله سبحانه و تعالی رحمان و رحیم است. عرش چی معنی دارد در این آیت و در دیگر آیت ها؟ اولا پیش از اینکه در مسئله آیت نظر بکنیم میگوییم که عرش در لغت به معنای یک کت، سریر پادشاه، کت پادشاه می آید. پس مراد از عرش در این آیت، یا که در آیت های هفتگانه که در قرآن نازل شده است که در اونجا الله میگه من در بالای عرش بالای بالا شده ام، به معنای سریر، به معنای کت می آید. و البته عرش این مخلوق است، عرش این صفت الله نیست، عرش خالق هم نیست، اعوذ بالله من ذلك. عرش مخلوق هم نیست، مخلوق است، عرش مخلوق است. یعنی عرش را الله رب العزت و الجلال خودش به دستهایش خلق کرده است. از تمام مخلوقاتی که شما امروز میبینید، میشنوید یا که شنیدید، از تمام بین مخلوقاتش الله رب العزت و الجلال 4 چیز را به دستش خلق کرده است. اولینش عرش، و بعد از این جنت العدن، و بعد از این قلم و آدم. البته بعضی ها اختلاف میکنند که اول قلم است یا عرش است. حدیث سید الله میگه که اول عرش است. خیلی که حدیث سی آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند قبل ان يخلق مقادر قبل ان يكتب مقادر الاخلاق قبل ان يكتب مقادر الخلائق كان عرشه على الماء. پیش از این که الله رب العزت و الجلال عرش را خلق کند، یا میبخشید تلفظ ما غلط برآمد، پیش از این که الله رب العزت و الجلال تقدیرهای انسانها را با قلم بنویسد، عرشش در آب بود. یعنی عرشش به وجود آمده بود، عرشش را ساخته بود الله سبحانه و تعالی، و بعد از این قلم را ساخت و به قلم امر کرد که بنویس. چرا که اولین وقتی که الله قلم را خلق کرد، در حالت خلق کردنش زود به اون امر کرد که بنویس. وقتی که عرش هست و تقدیر بندگان حالا نوشته نشده است، این دلالت میکرد که عرش اول است. و اما حدیثی که نسبت قلم آمده است که اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب مقادر الاخلاق. اولین باره که قلم را خلق کرد بگفت بنویس. قلم گفت چی را بنویسم؟ گفت تقدیرهای مردم را بنویس، همه را بنویس که از زندگی، از روز تولد تا وفات چی گونه زندگی میکنند. البته تا ابد، تا جنت و تا دوزخ که الله سبحانه و تعالی از همین با خبر است. و این حدیث دلالت به اولین آفریدن قلم نمیکند، بلکه این دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی وقتی که اولین بار قلم را خلق کرد، قلم را در حالتی که خلق کرد، اولین چیزی که به اون امر کرد گفت بنویس تقدیر الله را. این معنی دارد. البته به موضوع داخل میشه. عرش اولین مخلوقی که الله رب العزت و الجلال به دست خودش خلق کرده است. و عرش بالاترین مخلوقات یعنی خلق شده الله سبحانه و تعالی است. از همه بالاترین مخلوقات کدام است؟ عرش است. از همه چیز بالا است، از زمین و آسمان ها و جنت ها و از همه چیز. و از بالای عرش یگانه ذات، یگانه که شریک ندارد، همتای ندارد، بیچون و چرا است، به هیچ چیز مانند و مثل اون نیست.
این الله رب العزت و الجلال در بالای عرش است و البته این بزرگی الله را نشان میده. و البته این چنین عرش از درون مخلوقات بزرگترین مخلوقات است، بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده است. قدرش را غیر از الله هیچ کسی قدر کرده نمیتونه، یعنی هیچ کسی حساب کرده نمیتواند و هیچ کس بزرگی عرش را فهمیده نمیتواند. البته در حدیث سه فرزن آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواهند به من و شما بیان بکنند که بزرگی عرش را کمی باشد هم تصور بکنیم. میگویند در حدیث صحیح اگر یک تنگه را که مثل کف دست است، یک تنگه را کرولا مثل کف دست است به صحرای رفتید و پرتافتید به بالای زمین، این تنگه در نزد این کره زمین چگونه هست؟ البته تنگه یک چیز کوچکترین ناچیز است، زمین بینهایت بزرگ است. میگویند اگر همین زمین را برید به عرش نه بلکه به کرسی پرتایید، خیلی که تنگه را به زمین می اندازید، زمین در نزد کرسی یک تنگه هست، به مانند یک تنگه که به زمین می اندازید. کرسی این موضع قدم الله است، خیلی که حدیث به این دلالت میکرد. کرسی دیگر است و عرش دیگر است. عرش الله سبحانه و تعالی در بالایش است و کرسی این موضع قدم الله است، خیلی که حدیث به این دلالت میکند. و کرسی از عرش کوچک است. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگن زمین را وقتی که به بالای کرسی پرتافتید به مانند یک تنگه هست که به زمین می اندازید، اما کرسی را گرفتید و به بالای عرش انداختید به مانند یک تنگه که باز به زمین می اندازید. سبحان الله. یعنی عرش به نهایت بزرگ است، به نهایت بزرگ است. و البته فرشتگان یحملون عرشه، فرشتگان خاصه عرش را برداشته می ایستند. 4 نفس از فرشته تا روز قیامت برداشته می ایستند و در روز قیامت یحملون 8 نفر ملائکه ها عرش الله را می بردند. چرا در این دنیا حالا 4 نفر و در روز قیامت 8 نفر؟ علما میگن که در روز قیامت به نهایت روز وزنین است، به خاطر این الله عرشش 8 نفر میبردارند. البته با عرشش الله سبحانه و تعالی به جای که خاص نازل میشد. بارک الله فیکم. پس این معنای عرش بود و الله سبحانه و تعالی عرش رو به صفاتهای زیاد ذکر کرده است، به مانند اینکه میگه عرش کریم است، عرش مجید، و در موضعهای زیاد عرش را الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است. اما در 7 جا الله سبحانه و تعالی میگه که من در بالای عرش هستم که به بالای عرش استوا شدم. استوا یعنی بالا شدم که به کیفیت، بدون کیفیت، بدون چگونگی ما میگوییم. یعنی بدون چگونگی چی است؟ یعنی الله سبحانه و تعالی در بالای عرش نشسته است یا ننشسته است. در این حالت ما نفی و اثبات نمیکنیم، رد و یا که قبول یا مثلا اثبات یا که نفی کامل نمیکنیم. اما اگر به مانند اثبات کردنش تشبیه باشد، الله شیشته است، چارزانه کرده است، دشتش را به یک طرف گذاشته، اعوذ بالله من ذلک، این عملها جایز نیست. این تشبیه و تمثیل است و این از نظر عقیده اهل سنت و الجماعت کفر است. و ما بالاگی الله سبحانه و تعالی به بالای عرش فقط میگیم الله در بالای عرش بالا هست، به چون و چرا، به مثل و مانند، به کیفیت. بارک الله فیکم. و البته الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف این چونین به من و شما خبر میتید، آیت 54 و میگوید بارک الله فیکم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هراینا یا البته پروردگار شما، الله شما، رب شما همان الله است که آسمان ها و زمین را در مدت 6 روز خلق کرد و بعد از این به بالای عرش استوا شد. استوا چی معنی دارد برادران عزیز؟ استوا در معنای لغویش وقتی که نظر میکنیم معنای علا و استوا و ارتفع، بالا شد، بالا شد. خیلی که امام بخاری رحمت الله در معنای استوا میگن الاستوا معلوم و معناه ارتفع او علا. استوا معلومه شما معنیش بالا شدن را، یعنی بینهایت بالا شد. الله سبحانه و تعالی از همه چیز بالا است و به همین سبب الله سبحانه و تعالی صفت علو دارد. علو یعنی از همه چیز بالا هست، اما به علمش و قدرتش ما را میبیند و میشنود. الله با همراه ما است. آیت دیگر است که اقرب الیکم من حبل الورید، انی اقرب الیکم من الورید. البته من به شما از رگ حریب شما، اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ ورید شما دیدن نزدیکترم، رگی که به قلب است. پس بارک الله فیکم برادران عزیز و خواهران بزرگوار.
این آیت دلالت میکرد که الله سبحانه و تعالی بعد از خلق آسمان ها و زمین به عرش بالا شد. اما آیت سوره طه بیان میکند که الله سبحانه و تعالی مطلق گفت که من به عرش بالا شدم. اما آیت سوره اعراف و 6 آیت دیگر، در 6 آیت دیگر الله بیان کرده است که از این 7 آیتی که اومده است، در 6 آیت الله گفته است که من زمین و آسمان را خلق کردم و بعد از این به آسمان، بعد از خلق کردن آسمان و زمین به عرش بالا شدم. پس اگر سوال شد که الله کدام وقت کی به بالای عرش بالا شد، ما میگیم بعد از این که زمین و آسمان ها را در مدت 6 روز خلق کرد، بعد از این به عرش بالا شد. دلیل سوره ای که از سوره اعراف، سوره فرقان، سوره سجده و دیگر 6 آیاتی که در همین باب آیات نازل شده است. در سوره بارک الله فیکم حالا گفته ما سوره اعراف 54 بیان شده است. و اینچنین در سوره رعد الله رب العزة والجلال در آیه دومش بیان میکند و میگوید که سبحان الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله همان است که آسمان ها را به ستون خلق کرد، بالا کرد. این آسمان هایی که میبینید ستون نداره، لیکن در بالای شما می ایستد به ستون. این هم یک معجزه الله است. ثم استوى على العرش، و بعد از این که این عمل را انجام داد، این خلقش را به وجود آورد، بعد از این به عرش بالا شد. این آیه سوم. و آیه چهارم سوره فرقان است که الله سبحانه و تعالی میگوید الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. آنی که آسمان ها و زمین را در مدتی یا در بین 6 روز خلق کرد و بعد از این به عرش استوا شد. استوا یعنی ارتفع و علا، بالای بالا شد، بدون کیفیت، بدون مثل مانندی به کسی، به مخلوقاتش. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. فاسأل به خبیرا، از الله برس که الله و خبر است. البته بارک الله فیکم. پس برادران عزیز، این آیت این سوره بود. و آیت دیگر وقتی که نظر میکنیم، البته ما گفتیم در سوره رعد آیت 22 پیش از این آیت گذشته، و این سوره در سوره فرقان است. در سوره فرقان الله رب العزة والجلال میگوید، این البته در سوره فرقان آیت 59 است که الله سبحانه و تعالی را اثبات میکند که در بالایش بالا است. و اینچنین در سوره سجده الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله همان ذات است که آسمان ها و زمین ها را و آنچی که در بین اونها هست در مدت 6 روز خلق کرده است و بعد از این به عرش علا و ارتفع، بالا شده است. و آخرینش سوره حدید است که میگه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. او ذات است، او آن است که آسمان ها و زمین را در مدت 6 روز خلق کرده است و بعد از این به عرش بالا شد. سبحان الله. ببینید ما 7 آیت را گفتیم. در این 7 آیت عباره اول سوره طه آیت 5 اومده است که الله مطلقاً به عرش بالا شد، اما در 6 آیت گفته است که بعد از این که زمین و آسمان را خلق کرده است، و در 2 آیت اومده است که بعد از این که زمین و آسمان و آن چیزی که در بین زمین و آسمان، تمام چیزها، درختها و کوهها و اینها را خلق کرده است، بعد از این بالای عرش شد. و این آیت دلالت میکرد که وقتی بالا شدن الله سبحانه و تعالی بر بالای عرش این بود که الله سبحانه و تعالی زمین و آسمان را خلق کرد و بعد از این بود و کان عرشه علی الماء. یعنی در حالتی الله سبحانه و تعالی خلق کردن زمین و آسمان عرش بود یا نبود؟ عرش بود، چرا که عرش پیش از خلق زمین و آسمان و پیش از همه خلق شد، اما عرشش در بالای آب بود
و بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی زمین را، آسمان را و آن چیزی که در بین اینها است خلق کرد، به بالای عرشش استوا شد. خیلی که بیان کردیم معنای استوا معلوم است. در عربی قاعده است المعروف لا يعرف. چیزی معروف و معلوم گشته و برگشته معروف کرده و معلوم کرده نمیشود، بیان کرده نمیشود. برای همین در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این 7 آیت نازل شد، یگان نفر از صحابه به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سؤال این که یا رسول الله معنای استوا چیست نرفتند. سوال نکردند رسول الله صلی الله علیه و سلم را که معنای استوا چیست. چرا سوال میشه؟ چرا سوال نکردند که معنای استوا چیست؟ که امروز در بالای این فتنه زیاد شده است، در بالای فهمش معناش اهل بدعت غلط میروند. چرا که معنای استوا معلوم بود. تمام عرب، تمام عادی و غیر عادی و عالمش و غیر عالمش میفهمید که استوا معناش بالا شدن است. یعنی استوا یعنی اینکه الله بالا است، از این چیز بالا است، تمام، دیگر چیزی معنای زیادی نداره. مشقت کردنم مثل بنی اسرائیلیات یهود ضرور نیست. خیلی که لغت آمده است همین چیز است و با معنای لغویش صحابگان قبول کردن که بالا است و بالا است. ارتفاع و علا و استقر. بارک الله فیکم. پس وقتی که به امام مالک رحمت الله علیه، یکی از انسان ها در مدینه منوره، وقتی که امام مالک ابن انس درس میدادند سوال کرد و گفت ما معنی استوا؟ یا مالک ما معنی استوا؟ ای مالک معنی استوا چیست؟ امام مالک سرخ شدند، غضب کردند، حتی غضبشون در چهرهشون دیده شد و گفتند الاستواء معلوم. معنای استوا معلوم است، حاجت به بیان نیست. تو عرب تو باید فهمی، تمام عرب میدانند معناش این است. والکیفیته مجهول. اما چگونگیش نامعلوم و مجهول است. ما به چگونه الله به بالا برآمد، چگونه در بالای عرش است، به این صحبت نمیکنیم، این کفر است. و سؤال عنه بدعه. و سوال کردن این چنین سوال ها بدعت است. میگن چرا که کسی که علما میگن هر سوالی که صحابه نکردند از همین سوال را کردن این بدعت است، سوالای فتنگی است. بارک الله فیکم. پس این آیت های بود که همه اش آشکار روشن دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش کریم و مجید و عظیم است و الله سبحانه و تعالی عرش را با دست خودش خلق کرده است و اولین مخلوقات الله است و چگونگیش و کیفیت الله در بالای عرش بودنش و خود عرش به ما معلوم نیست. بارک الله فیکم. این دلالت های آشکار و روشنی آیت قرآن بود. اما بعضی ها میگن که ما این آیت ها را به معنای ظاهریش نمیگیریم. شما میگن سلفی هستید یا شما یک وهابی هستید یا شما دیگر چیز هستید، به ما تهمت ها میزنند به اهل سنت و الجماعت و میگن که ما این آیت را به معنای ظاهریش نمیگیریم. این آیت در درونش معنای باطنی دارد. پوست و مغز و این چنین معنی دارد، معنای پوستی، معنای مغزی، معنای درونی، باطنی، که البته این سخن اهل کلام است. در نزد اهل سنت و جماعت معنای مغزی، معنای درونی و باطنی نیست. ما به ظاهر آیت نظر میکنیم و از ظاهر قرآن و سنت احکام میگیریم و میفهمیم و عمل مینماییم و اعتقاد میگیریم تا همان زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بگویند که این کلمه معنای ظاهریش نیست بلکه به معنای باطنیش، خیلی که در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنت صحیح آمده باشد و این چنین واقع شده است که حالا حجت به بیان نیست. اما در مسئله استوا این حادثه نشده است. اگر بگوییم که شده است باید اثبات بکنیم. تا امروز هیچ کسی اثبات کرده نتوست. اگر بگوییم که نشده است اقرار کنیم که نشده است و بعد از این بگوییم که استوا دیگر معنا دارد، معنای استولا دارد، پس این تهمت بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که گویا که رسول الله شریعت را نرسانید و این تهمت کفر است. و این تهمت انسان را به کفر میبرد. و علمای اهل بدعت میگویند معنای استوا این استولا هست. معنای استوا بالای بالا شدن نیست. معنای استولا هست. استولا چی؟ یعنی استوا و استولا چی فرق داره؟ هرشون کلمه عربی است. استوا ما گفتیم بالای بالا شدن است، اما استولا معناش یک چیز را صاحب شدن در حالتی که پیش از این صاحب نبودید. گویا که معناش این است که اهل بدعت در نزد اهل بدعت عرش وجود داشت لیکن الله به عرش قادر نبود و بعد از یک مدت الله گشت و غلبه کرد و قادر شد. بر بالای عرش قادر نبود و بعد از یک مدت قادر شد. الله صاحب عرش نبود و بعد از یک مدت غلبه کرد و صاحب شد. برام که
استولا به معنای غلبه کردن می باشد. خیلی علما در لغت میگن استولا فلان علی عراق، فلان آدم به عراق استولا کرد. استولا هم که غلبه کرد، به قهر غلبه کرد، به زوری غلبه کرد، به قوتش غلبه کرد. یعنی ما بگیم که الله به بالای عرش استولا هست، یعنی الله به یک چیزی که پیش از این صاحب نبود به قهرش به قوتش غلبه کرده است که اعوذ بالله این سخنی کفر است و این سخن را نه صحابگان نه علمای اهل سنت و جماعت هیچ کسی نگفته است. خیلی که امام بخاری در کتاب خودشون که میگویند در کتاب صحیح بخاری اومده است که میگن لقیت الفا من العلماء الذين رويت عنهم، من با هزار علمایی که از اونها روایت حدیث کردم ملاقات کردم که همه اشان میگفتند الاستواء معناه العلا وارتفع، معنای استوا این بالا شدن است. هزار علمایی که امام بخاری روایت میکردن. امام بخاری از علمای بزرگ اهل سنت از چندین نفری اونها روایت نکردن، میگفتن که این حفظش قوی نیست، گناهکار نبود، آدم خوب بود، بینیاد آدم عالم اهل سنت بود، اما از سبب حفظش کمی قوی نبودن یا که از سبب کمی در عادت اخلاق مردم مخالف بر آمدن امام از اونها روایت نمیکردن. پس امام بخاری از کسانی که حدیث روایت کردن اینها بینیاد بزرگترین انسان هستند که میگن از هزار نفری اونها هزار نفر بزرگترین علما اهل سنت و جماعت این سخن را میگفتند. و این سخن چهار امام مذهب ابو حنیفه، نعمان ابن ثابت رحمهم الله و امام مالک، شافعی و احمد است. محمد بن شافعی، مالک بن انس، احمد بن حنبل رحمه الله اجمعین، همه‌شون میگن که الله در بالای عرش است. حتی وقتی که از ابو حنیفه رحمه الله پرسیده شد که ای ابو حنیفه بارک الله فیک، وقتی که یک انسان بگوید که من نمیدانم که الله در کجا است حکمش چیست؟ گفتند هر کسی بگوید که من نمیدانم که الله در کجا است، در زمین است، در آسمان است، پس داند که کافر شده است. و در روایت دیگر آمده است که میگویند هر کسی بگوید که الله در بالای عرش نیست و در زمین است بگوید کافر شده است. و این سخنی ابو حنیفه است با اون کسانی که در مذهب ابو حنیفه هستند. و ابو حنیفه میگویند که و هر کسی که بگوید که من میدانم که اعتقاد دارم که الله در بالای عرش است اما نمیدانم که الله یعنی در بالای بعد از عرش بودنش عرش در زمین است یا در آسمان است، در این حالت هم کافر شده است. چرا که در اول اینکه الله خودش خبر داد که من در بالای عرشم، کسی که این رو اقرار نکند کفر است. و الله بعد از این خبر داد که عرش در بالای آسمان ها از همه چیز بالا است، زمین، بعد از این 7 آسمان، بعد از این جنت سدرة المنتهی و بعد از این آب و بعد از این کرسی و بعد از این عرش و بعد از این الله رب العزة والجلال. به کیفیت چون و چرا اثبات میکنیم به کیفیت که منهج اهل سنت والجماعت است، من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل، به مانند مثل مانند کردن، به تعطیل کردن و به یگان عمل کردن اهل بدعت. ما کارهای اهل قاعده اهل بدعت این صفات الله را اثبات میکنیم، استوای الله را. پس این سخنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. کجایند کسانی که خود را ابو حنیفه میگن؟ کسانی که خود را ابو حنیفه میگویند و باز معنای استوا را استولا میگویند، الله را در همه جا میگویند، لا مکان میگویند، دانند که اونها در مذهب ابو حنیفه نیستند. اونها فقهشون مذهب ابو حنیفه است، نمازشون مثل نماز ابو حنیفه است، روزه‌داریشون مثل روزه‌داری مذهب ابو حنیفه است، حج و زکات و غیره در مسئله احکام، در مسئله فقه مذهبشون ابو حنیفه است. اما در مسئله اعتقاد این انسان‌های مسکین و بیچاره در مذهبی کلامی فلسفه منطقی ابو منصور ماتریدی است که ابو منصور ماتریدی متوفی عصر 4 که ما در این بیان مرجع در حلقه گذشته بیان کردیم در قسم بیان ایمان عقیده، البته در مسئله اعتقاد از مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه نبودند. بارک الله فیکم. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، در بالای عرش بودن الله هم به نصوص قرآن و هم به سنت و هم صحابگان و هم به تابعین و هم به هزارها علمای اهل اسلام به این چنین با همراهی 4 امام اهل سنت و الجماعت اثبات شده است. همشون این چیز رو اقرار میکنند. بارک الله فیکم. پس گجا میماند. و این چنین از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که خواستیم که حجت بیاریم که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است، البته برای این به نهایت حجت های زیاد وجود دارد. یعنی هر آیات ها، این چنین ما آیات های واضح رو گفتیم پیش از اینکه به سنت داخل شویم. من در مسئله آیات کمی صحبت بکنم. ما آیات های واضح رو گفتیم، واضح آشکار 100% است که الله در بالای عرش است.
اما دیگر آیات ها اینچنین وجود دارد که الله میگوید الله فی السماء در آسمان است. اینم دلالت بودنی الله میکرد. الله از آسمان قرآن را نازل کرد. انزل علیک الکتاب، الله نازل کرد قرآن را. نازل شدن از کجاست؟ از آسمان است. به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرشته نازل شد. از کجا نازل شد؟ از آسمان نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که جبرائیل را دیدند در کجا دیدند؟ در زیر زمین دیدند یا که در روبرو دیدند یا که در آسمان دیدند؟ در آسمان دیدند. میگن که وقتی که نظر به آسمان کردم جبرائیل را با صورت خودش دیدم، چه خیلی که در صحیح مسلم آمده است که دو بار صورت خودش را دیدند که البته در بالا دیدند. و این چنین وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اسراء و معراج به جنت رفتند، به ملاقات الله رب العزت و الجلال رفتند، البته قول صحیح است که الله را روبرو ندیدند، بلکه بل نور الا اراه، بلکه نور دیدند، خود الله سبحانه و تعالی قول راجع آشکار ندیدند. پس الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کجا برد؟ پیامبر در اسراء و معراج کجا رفتند؟ از مکه به بیت المقدس رفتند. از بیت المقدس به کجا رفتند؟ به شرق، غرب یا به زیر زمین؟ اعوذ بالله من ذلك. بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به آسمان رفتند. به آسمان رفتند. چه که حدیث متفق علیه است در جنت درجه اول، درجه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم، در هر یک این طبقه به رسولان و نبیان الله سبحانه و تعالی واخوردند، سلام دادند. سلام علی کی گفتند؟ نوح و سلام علی اخی موسی و عیسی، و گفتند سلام علی خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و سلم که قصه دور دراز در صحیح بخاری و مسلم متفق علیه روایت است. و بعد از این بالا شدند به الله نزدش و بعد از این فرا آمدند که باز موسی گفت فان امتک لا تطیق گشته برا. وقتی که نماز 50 بار فرض شد به کجا بر آمدند؟ همه این به آدم عاقل و به آدم خردمند و به آدم حقا و حقیاب و هدایت شده و یا که الله سبحانه و تعالی خیر خواسته اگر به این بنده باشد، معروف و مشهور و مفهوم است، هیچ جای نافهماگی وجود ندارد. لیکن بعضی انسان ها اختیار کرده اند گمراهی را اختیار کردن. الله سبحانه و تعالی در این راه به آنها فرصت داد، چرا که اختیار در دست شماست. وقتی که گمراهی را اختیار کرده اید که در تقدیر نوشته شده که به اختیار خود گمراهی را اختیار میکنید، در این حالت الله سبحانه و تعالی این راه را به شما میکشد. الله سبحانه و تعالی ظالم نیست. پس برادر عزیزم، وقتی که ما اعتقاد داریم که عیسی علیه السلام نمرده است که در قرآن عزیز مشان است و ما صلبوه و ما قتلوه بل شبه لهم، موسی را صلیب نزدند، نکشتند و اینچنین نکشتند، بلکه یک انسانی که از شاگردان عیسی علیه السلام به مانند عیسی مانند شد، شکلش به شکل عیسی تغییر یافت و اون را به قتل رسانیدند. بل رفع الله الیه، بلکه الله سبحانه و تعالی عیسی را به نزد خودش گرفت، برداشت. ما سوال میکنیم که به کجا برداشت؟ عیسی به کجا رفت؟ به شرق رفت، به غرب رفت، به جنوب شمال رفت، به زیر پایان زمین رفت، کجا رفت؟ اعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه و تعالی بر رفع میگه. رفع کلمه عربی بالا برداشتن را میگه. مرا بردار، یک چیز را بردار یا برداشت شد، رفع استفاده میشد. الله حضرت عیسی علیه السلام که زنده هستند، نمردند، یگانه کسی که نمردند و زنده در جنت زندگی میکنند، به آسمان زنده برداشت و پیش از روز آمدن قیامت الله سبحانه و تعالی به شام نازل میکند و البته این علامت قیامت است که به شما این را هم ذکر خواهیم کرد که امتی محمد صلی الله علیه و آله میگردند. پس سوال اینجاست که کجا رفتند؟ عیسی و بالا رفتند و این هم دلالت میکرد که الله در بالا است. و تمام آیاتایی که بیان میکنند که الله سبحانه و تعالی از باران به ما باران میباراند، الله از بالا، خیلی که حدیثی صحیح دلالت میکرد که هر شب در ثلث اللیل نازل میشود. بیچون چرا؟ به کیفیت، به تمثیل، به تعطیل. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. و زیاده علما میگن از 1000 دلیل در قرآن عظیم الشان وجود دارد که دلالت میکرد که الله سبحانه و تعالی علو است، از همه چیز بالا است، در بالای آسمان است، بالای بالا است. و این 6-7 آیاتی ذکر کردم و این دلالت میکرد که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. تقیید بالا بودن الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. به علمش و به قدرتش با همراه ما است، ما را میبیند و میشنود. پس ببینید که این عقیده ناب و عقیده به شک اهل سنت و الجماعت چگونه است. سبحان الله. و این چنین در حالت دعا کردن ما چگونه دعا میکنیم؟ وقتی که در بین اهل سنت، علماء اهل سنت و علماء اهل بدعت مناظره ها میشد، یکی از علماء اهل سنت به اهل بدعت سوال کرد که چرا تو در وقت خطبه کردن در آخر خطبه
دستت رو میبرداری. در بعضی حالت من تو رو میبینم در دعای استسقای طلب باران کردن و در غیر این حالت دعاها میبینم که دستت رو میبرداری و دعا میکنی، در حالتی که تو اعتقاد داری که الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان نیست، الله در همه جا اصل و مکان است. پس چرا دستت رو به طرف شرق نمیگردانی، پشتش رو نمیگردانی، به زمین نمیگردانی، به غرب نمیگردانی، به آسمان میگردانی؟ البته اهل بدعت در حالت تحیر میموند، جواب داده نمیتواند. چرا که عقل هم دلالت میکند که پیش از شریعت و پیش از نقل، عقلی فطرت سالم انسان صحیح سالم درست دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی در بالا است. برای همین است که این امر فطرتی است. حتی مشرکین، کسانی که کافرند، مشرکند، ملحدند، وقتی که به سرشان یک بلای بزرگی آمد، اگر در کشتی و در بحر باشند، وقتی که به حالت غرق شدن آمدند، یا در هواپیما و طائره باشند در حالت هبوط و نازل شدن و شکست خوردن آمدند، در این حالت چیکار میکنند؟ به تمام کافران نگاه کنید، به آسمان نظر میکنند، دادگویان الله میگویند، یا که خدا میگویند به زبان تاجیکشان، یا که به زبان روسشان باخ میگن و این چنین به هر یک زبان، لیکن به معنای اله دعا میکنند. همشون یگانه. چخیلی که الله سبحانه و تعالی این را 1400 سال پیشتر بیان کرد به رسولش که گفت فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدين فلما نجاهم للبر اذا هم یشركون. هر وقتا که به بحر به کشتی سوار شدند، در حالت غرق بودند، الله را مخلصانه دعا میکنند، به آسمان مینگرند، میدانند که الله در بالای آسمان است. وقتی که الله نجات داد، بعد از این گشته باز شرک میکنند، فراموش میکنند. برادر عزیزم، عقل، نقل صحیح و صریح قطعی این قرآن با هزارها دلیلش که بیان کردیم، و این چنین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نقل است، و این چنین فطرت سلیم که بیان کردیم، و این چنین این نظری حسی ما دلالت میکرد که الله رب العزة والجلال در بالای عرش است و به کیفیت، به چگونگی کیفیتش، ما از کیفیت، چگونگی نشستن اون یا کیفیت جزئیات اون صحبت نمی کنیم و به کیفیت. چرا که در این مسئله نه الله رب العزة والجلال و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت نکردن. اگر میکردن ما قبول داشتیم. بارک الله فیکم یا رب العالمین. پس ببینید که این تنها در مسئله عرش از آیات قرآن بود و این که از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار واقعه رو نقل کردیم. حتی در صحیح مسلم اومده است، اگر غلط نکنم عموما در حدیث اومده است که علما و شیخ البانی و غیره این حدیث رو صحیح میدونن، میگن که یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جاریه رو دیدن، جاریه کنیزه غلام زن دیدند و گفتند که این الله، ای جاریه زن، غلام زن، الله در کجا است؟ زن گفت الله فی السماء. انگشتی سبابه اش را، اشاره اش را بالا کرد، گفت الله، به آسمان نگاه کرد، گفت الله در بالا است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اعتقها، این را آزاد بکنید، از غلامی آزاد بکنید، فانها مسلمه، چرا که این مسلم است. سبحان الله، به مجرد یک اینکه الله را اقرار کرد که در بالا است. بارک الله فیکم برادر عزیز و خواهر بزرگوارم، این در سنتی صحیح اومده است. حتی علما میگویند که آیا در سوال جواب میتن که آیا اختبار کردن مسلمان دیگر را که به گفته این سوال بکند که الله در کجا است گفتن و سوال کردن به یک مسلمان جایز است یا نیست؟ البته علما میگن جایز است، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین اختبار و این چنین امتحان و این چنین سوال را کردند و بعد از این جاری را جواب دادند. بارک الله فیکم. ای کسی که عقل سالم داری، که عقل سالم هیچگاه با نقل صحیح تعارض نمی کند، ضدیت نمی کند. ای آنه که فطرت صحیح و سالم داری که همیشه حس می کند که الله در بالای عرش است و بالا است. ای آنه که قرآن و سنت را چنانه که صحابه فهمیدند و به فهم صحابه می فهمی و از گفته های اهل بدعت و از تعویلات و تحریفات و تغییرات و تعطیلات و تمثیلات دور استی. ای آنه که خود را پیروی از علمای اهل سنت و الجماعت ابو حنیفه و مالک و شافعی و اوزاعی و سفیان ابن مبارک و محمد ابن سیرون و غیر علما میگیری. پس این سخنان اونها، پس این آیات هایی که از قرآن و از حدیث هایی که از سنت برای تو بیان شد، پس این دلالت عقلی سالم و فطره صحیح و سالم بود. بارک الله فیکم. در این مسئله این مختصرا
صحبت ما به پایان رسید. البته ان شاء الله در حلقه های آینده که ما این جواب سوال بود، ما بعد از 1 ماه است 2 ماه است والله اعلم، وقتی که به شرح اصول ثلاثه و به شرح عقیده توحید حق الله علی العبید داخل می شویم، در اینجا این مسئله را با در چندین حلقه ها به جزئیاتش و به شبهه های اهل بدعت جواب دادن این شبهه بیان خواهیم کرد. اما در مسئله اینکه لا مکان چی معنی دارد؟ البته قریب که این را فراموش کردم، الحمدلله که به یادم الله سبحانه و تعالی انداخت. لا مکان چیست؟ الله لا مکان معناش این است که اهل بدعت میگن الله مکان ندارد. بعضی از علما میگن که این کلمه، شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه در مجموعه الفتاوا میگن این کلمه معنای حق دارد البته، اما اهل بدعت از معنای باطلش استفاده میکنن. شیخ که علی گفتن کلمه الحق یراد به الباطل، کلمه حقی که از کلمه حق اهل بدعت باطل رو میخواهند. ما هم اهل سنت و جماعت هیچگاه نمیگوییم که الله سبحانه و تعالی نیازمندی یگان مکانی است یا که الله سبحانه و تعالی محتاج به یک مکانی است سبحانه و تعالی. و از این سخن اهل سنت و جماعت دور هستند و کسی که این سخن را به اهل سنت نسبت میدهد بهتان و تهمت کرده است و قول بی‌علمی در حق یک علمای بزرگ و طائفه بزرگ و صحابگان زده است. پس معنای صحیح لامکان چی است؟ معنای صحیح لامکان این است که شیخ الاسلام تیمیه میگن البته الله محتاج و نیاز به یگان مکان ندارد. چخیلی که انسان ها ما نیاز داریم، اگر خانه نداشته باشیم، اگر یگان مکان نداشته باشیم، همیشه ما در حالت کمبودی و عیب هستیم. اما الله سبحانه و تعالی احتیاج نیازمندی به مکان ندارد. الله سبحانه و تعالی خودش قادر به همه چیز است و در بالای عرش است، نه همچون نیاز، همچون قدرت و علو و بزرگی، نه همچون نیاز در بالای عرش است. الله سبحانه و تعالی به صفت علوش در بالای عرش است، نه به نیاز. الله سبحانه و تعالی به عرش نیاز ندارد. الله سبحانه و تعالی خودش عرش را خلق کرده است. بارک الله فیکم. اما البته این معنایی که ما ذکر کردیم معنای صحیحی الله بی مکان است، الله مکان ندارد. به همین فهم درست است. یعنی اگر این خیلی فهمید که الله به مکان نیاز ندارد، الله خانه و مکان و یک جایی که به همون اگر در همون جا نباشد یک عیبی دارد، گویا که کمبودی دارد، اعوذ بالله من ذلک، این کفر است و این سخن را یگان نفر از علمای اهل سنت و الجماعت نگفتند و این سخن عقیده اهل سنت و الجماعت است. میگیم که الله نیاز ندارد به یگان مکان، به یگان جای احتیاج ندارد، مکانی مخصوص من باب احتیاج نیاز ندارد، اما الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. و اهل بدعت میگویند که الله لا مکان است. مقصدشون چی است؟ الله در بالای عرش نیست، انا نمینجاست. مقصد اهل بدعت این است که الله در بالای عرش نیست. چرا این سخن را میگویند؟ چرا که اینها میخواهند که نامهای الله سبحانه و تعالی را یعنی چکنند پاک کنند، الله را پاک کنند و نامهایش را بی معنی دهند. و این یک مذهب است که میگن الله لا مکان است. وقتی که سوال میکنید که الله در کجا است، میگن که الله در همه جا است. اعوذ بالله من ذلک. الله در همین دنیا هست؟ بله میگن در همین دنیا است. در کجا هست؟ همینجا است. ما گفتیم این دنیا کوچک است از کرسی، مثل یک تنگه است در نزد کرسی در نزد عرش یک تنگه است. عرش این از الله به نهایت کوچک است و همین عرش از تمام این گالاکتیکا ها و از تمام این فلک ها بزرگ است. چگونه می شود که این الله از عرش بزرگ بوده در درون یک زمین کوچک باشد؟ اعوذ بالله من ذلک. این خودش عقل به عقل میگن این کفر است. چه که آیت قرآن است السماوات والارض والسماوات مطویات بیمینه. در روز قیامت آسمان ها و زمین در دست یمین الله، راست الله سبحانه و تعالی گرفته میشد و الله مرجع میکرد. یعنی این دلالت میکرد که آسمان ها و زمین و همه چیزها یک چیزی کوچک است که الله سبحانه و تعالی مرجع میکند به دستش سبحانه و تعالی. و الله را در درون زمین با ذاتش گفتن این کفر است، این غلط است. لامکان به این معنا ما میگیم که غلط است و این کفر است و طعنه زدن به بزرگی الله سبحانه و تعالی است و رد کردن نصوص های قرآن و سنت و رد کردن عقل و فطره سلیم است. بارک الله فیکم. اما به معنای این باشد که الله سبحانه و تعالی مکانش در بالای عرش است، یعنی نیاز ندارد لیکن جایش مکانش از عرش بالای بالا است. ما اگر بگوییم که الله در کجاست، یعنی مکان الله کجاست، به همین معنا باشد که الله به کدام در کدام معنا است، در کدام مکان است، احتیاج به همون مکان ندارد، نیازی ندارد و همون در کجا است. ما میگیم در بالای عرش است. الله مکانش در بالای عرش است، هیچ احتیاج نیازمندی به مکان و به عرش ندارد.
به قدرتش و بزرگیش در بالای عرش است. از کیفیتش ما بیخبریم، چون و چرا نمیکنیم و چگونگیش را الله خودش میداند و به هیچ مخلوقاتش مانند و تمثیل نمیکنیم و به علمش و به قدرتش به ما نزدیک است و ما را میبیند و میشنود، برای که الله قادر است هر چیزی که خواست میتواند بکند انجام میدهد. بارک الله فیکم. این معنای سخن ها بود و این با همین صحبت خود را در این مسئله به پایان رسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.